علیکم السلام و رحمت الله. استاد می شخصی که قمارباز است دنیا گذره در حق همون شخص دعای خیر کردن ممکنه؟ وای مسلمان بود یا کافر بود؟ مسلمان هم نماز دعا خوان میکنه. روزگی مسلمان مسلمان باشه در حقش دعا میکنه. یعنی با قمار او در گناه کبیره آلوده بود. خودتون گفته استادید مسلمان بود. مسلمان برای تمام مسلمان ها دعا میکند. چرا برای کافر دعا کرده ممکن نیست؟ سبب مرگم همه قماربازی. سبب مرگش هر چی بود دیگر او رفت. از شما خدایا گناهاش ببخش میگه. دگانه برای کافر دعا کردن ممکن نیست، اما برای مسلمان اگرچه عرقخور بود، قمارباز بود، زناگر بود، مادامی که او مسلمان بود دعا کردید که خداوند گناهایش را ببخش، باکی نداره. جزاک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خیرم. استاد جان یک سوال در همین نماز ویتر واجب میخوانه. در ویتر واجب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میخوانیم، بعدش در پیش از آیت کرسی دعای قنوت وای میخوانیم. قل والله ممکن است؟ خیلی خوانید مشکل ندارد. کدامش رو خواهید بخوانید؟ زمی سوره میکنید، زمی سوره یکم مشکل ندارد. خواهید قل هو الله خوانید، خواهید ناس بخوانید، فلق بخوانید. اما شما اگر دعای قنوت به شروع میکنید که اللهم انی نستعینک و نستغفرک، و جای این قل هو الله میخوانم گفته باشید، در یگان جای این چیز آمدگی نیست. پیش از دعای قنوت قل الله خواندن والله اکبر همچون زمی سوره یا همچون پیش از قنوت؟ پیش از قنوت یگان دلیل نیست، درست نیست خواندنش. خواهر دعای قنوت رو خواندید خوب است، نخواندید به دعای قنوت هم نماز ویتر وجود دارد، اما به جای قنوت قل هو الله یا پیش قنوت بعد از فاتحه رو خواندید، یک سوره رو خواندید، بعد از وقتی که الله اکبر گفتید قنوت رو شروع کردید از اول قل هو الله خواندن یگان دلیل نیست در این باره. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم یگان خیلی دلیل نیست.